اول چی میکنه حرکت میکنه ابراهیم زردوش برانن، بعد میگه که دیدید همین تمام دین ها زردوش کشیده شده است. و دین توحید یکم دین آدم علیه السلام. و ما اعتقاد داریم که حضرت آدم فرمود گفت لا اله الا الله. موضوعش ما حقه، مدام دینش ما قدیم است. چرا اون قهرمانای قرآنی که ما داریم میخواید که از خود کنید به نام کوروش و دیگر مسلمانان رو فریب کنن که همین قرآن خیلی ابراهیم هم زردوشت است. این ذوالقرنین گفت این زرد همون چی است کوروش است. نخست پیامبری که اولین شده به توحید و یکتاپرستی دعوت کرد کی بود؟ ببین دعوای بسیار دور و دراز دعوای پهنداران میگن که نخست پیغمبر، نخست دین توحیدی، یعنی که این زردوش یکم پیغمبر باشد و یکمین دین توحیدی باشد. و دین توحیدی یکم دین آدم علیه السلام. آدم علیه السلام وقتی فرامد به همین دین الهی فرام. اینجا به مناسبت یک کلمه دیگر هم میگم، یعنی که این دیروز نوار پنج کرد میگه که کلمه الله میگه این محمد علیه السلام یکم محمد میگه کشف نکرده، بلکه از محمد هم پیش همین نام بود، نام پدرش عبدالله است. این یک شبهه یعنی که مقالطه به معنیانه. و ما اعتقاد داریم که حضرت آدم فرامد گفت لا اله الا الله. نوح اومد لا اله الا الله کلمه الله بود. این در همون زبان سریانی و زبان عبرانی هم کلمه الهیم و الهی و اله و الله و همه خیلی سو هست. این با او بت پرستی مکه و یگون دخالتی ندارد این چیز. اصلا خودی هم اهل مکه با وجود بت پرست بودن میگفتن که این بت ها واسطه بین ما و بین خدا است، ما پیرو دین ابراهیم میگفتن اونا. این از حضرت ابراهیم اومده است. مثلا با یا مقالطه دیگه رسید میگه که ابراهیم یهودی بود. و چه خیلی ابراهیم یهودی بود؟ قرآن میگه که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولكن كان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود نه چی. حالا خود شما میگید همین زردوشت توی طلبکوفی اینا میگن که همین زردوشت ابراهیم علیه السلام بود. یعنی ببینید اونو در قرار نفس خود یعنی که چی دارن اعتقاد به اون داره که خدا حق است، خداوند دین اسلام حق است، برای حرکت میکنن که برن اینو به چشم کنن به ابراهیم علیه السلام. بعد اعتقاد که همه تمام دین ها از ابراهیم است، یعنی که همین دین های ابراهیم از این کلمه ماده شده است، هم اسلام هم یهودیت هم نصرانیت. یعنی که اصل تمام دین ها ما هستیم. یعنی اول چی میکنن حرکت میکنن ابراهیم زردوش برانن، بعد میگن که دیدید همین تمام دین ها از زردوش گرفته شده است. یا مثال دیگر میگن حرکت میکنن زور میزنن که همین کوروش ذوالقرنین برانن. و چرا شما حرکت میکنید؟ مادام شما حقید، مادام دین شما قدیم است، چرا اون قهرمانای قرآنی که ما داریم میخواید که از خود کنید و به نام کوروش و دیگر بل هم دزدی آشکار است، هم حرکت میکنن که چی مسلمانان رو فریب کنن که همین قرآن خیلی گفت که ابراهیم هم زردوشت است. این ذوالقرنین گفت که این زرد و همون چی است کوروش است. ولی که بین ذوالقرنین و کوروش مثلا فرسخ‌ها هست. اگر همچون شخصیت تحلیل کنیم اگر خیلی فرسخ‌ها، یعنی که شخصیت متناقض و متضاد به هم دیگر است. این خیلی نمونه زیاد است، لیکن به همین قدر اکتفا میکنیم که یعنی که نباید که مردم کورکورانه به این گپای این مدعی ها باور کنند. باید که یعنی که تحقیق کرد، پژوهش کرد، بعد یک خلاصه برآورد. و الا اونا همه اگر لازم مردم خبیثن و حضرت آدم هم پک زردوش ببرن، همه رو میخوان زردوش ببرن.